سلام، من نسیم تنها هستم. شیرین حبیب هستم. به پادکست نونشین من و خود من و یه دنیا پر از سوال خوش آمدید. شما میدونستی که بین 10 تا 15% از خانم‌های توی این دنیا ارضا نمیشن؟ What? Bro, what are you talking about, man? ارضا از لحاظ ارضای کاری، ارضای اشتها غذا، منظور از همون ارضای روحی روانی. ارضایی که امروز ما می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. البته امیدوارم که همه توی زندگیاشون ارضا بشن از همه لحاظای دیگه. امروز می‌خوایم راجع به رابطه جنسی صحبت کنیم و چیزی به اسم سکس. امروز اینو می‌خوایم بریم بالا. بله. امروز من می‌خوام یه ذره قوت قلب بدم به زنهای دنیا، مخصوصا اون 10 تا 15% که نمیدونن چیزی هست به اسم. امیدواریم اون 10-15% از فالوورای شیرین باشن که بتونن یک اطلاعات خیلی مفیدی بگیرن. به نظر من اگر کل دنیا امروز، اینو که دیگه من نمیگم حبیب قلبی، اینو دیگه همه میدونیم، همه اینو میدونن، اگر کل دنیا امروز داره روی چیزی به عنوان سکس جلو میره، چجوری میشه هنوز ما آدم‌های توی این دنیا داریم که روی مهمترین چیزی که دنیا داره روش میچرخه هنوز آگاهیشون به اون جا نرسیده و حتی نمیخوان واسش قدم بردارن و حتی فرارین. آره بزن. ما زنهایی رو داریم که فرارین. الان تو یه لحظه فکر کن اگر من زنی باشم که یه مردی داشته باشم توی خونه و دیگه شب دیگه بعد بریم بخوابیم دیگه، خب قبل از خواب هم معمولا عشق بازی هست اکثرا و تو رابطه‌های سالم و خوب. حالا تو فکر کن مثلا من جزوی از اون زنایی باشم که وایسم همسرم یا پارتنرم بره بخوابه، بعد من برم تو تخت که یه وقتی خدایی نکرده مبادا بخواد به من دست بزنه که دیگه این داستان بخواد شکل بگیره و بعد انقدر این موضوع طبیعی باشه و همگانی باشه، یه درد ملی باشه که بیان براش ویدیو درست کنن. آره. بعد این ویدیو رو وایرال کنن، بعد زنای دیگه ببینن بفرستن واسه این وای ببین آره وای آره پسر تو اصلا نصف عمرت که هیچ، همه عمرت رفته اگه ارضا نشدی تا حالا من البته نمیخوام اینو به وجه مسخره بگیرم، یعنی در واقع اعتقاد داری تو که اگر زنی از سکس فراریه فقط و فقط به خاطر اینه که به اون نقطه که شما فرمودی نرسیده؟ من فکر میکنم خیلی از زنهایی که از سکس فراری هستن و اصلا توی این حوزه رابطه جنسی و هرچی ربط به چیزهایی مثل ممه و سس و نمیدونم تعلق اینجور چیزا میخوام مطمئن باشم سر جاشه یا نه، جواب آقایونی نمیشه. خدایا منو بکش. چی داشتم میگفتم اصلا این خیلی موضوع جالبیه این داستان. یادم رفت. چی شد که من اجزای بدن رو گفتم؟ جوری که تو نگاه کردی بالا ما هممون یادمون نکنه شما هم نگاه کرد. نایس. خب حالا برگشتیم، یه ذره خنده هام تموم شد. برگشتم به اون جایی که چون واقعا نمیخوام اینو به حالت مسخره بگیرم، خنده داره خب واقعا بعضی حرفایی که میزنیم، ولی از یه خورده جدی اگه بخوام باشم و هدف ما واقعا از این پادکست ها اینه که تا یه حد و حدودی هم یه آگاهیایی برسونیم. خیلی از زنها با خودشون راحت نیستن، با اجزای بدنشون راحت نیستن. توی خیلی از فرهنگ‌ها جوری تربیت میشیم یا میشن که اینجور چیزها رو عیب میدونن. اصلا اجزای بدن رو شرم آوره که من حتی وقتی که بچه هامون به دنیا میان و میخوایم بهشون صحبت کردن رو یاد بدیم، کلمات درست رو چیز نمی کنیم، بهشون یاد نمیدیم. مثلا به دخترامون میگیم نانازت، درسته؟ نانازی. آخه شیرین تو اون سن پایین نمیتونی بگی.
آخه این نانازه میمونه روش تا آخر عمرش. نانازه من چند دیگه. روز پیش یه آقای واسم مسیج فرستاده میگه ناناز جون. What the fuck? آقا حتی به بچه هامون کلمات درست اسامی اجزاء بدن رو یاد نمیدیم و این به نظر من میمونه روی بچه ها و تا بزرگ میشه، حتی 14-15 سالش میشه، هنوز اگه یه وقتی یه چیزیش بشه به مامانش بخواد بگه، میگه یا میگه اونجام یا میگه نانازم یا اسم واقعیشو نمیگه. یا واژن داریم توی فارسی، یه سس داریم توی فارسی. من ترجیح میدم توی این ویدیو با سس برم جلو چون خیلی معنیشو زودتر میفهمیم. کل دنیا، بشنو اگه خوب نمیدونی اینو، کل دنیا داره روی سس و سکس میچرخه، نه روی اون یکی، رو سس، رو سس، رو سس داره میچرخه. اون وقت ما هنوز با اجزاء بدنمون راحت نیستیم، با چیزی که خدا بهمون داده، طبیعتی که آقا جان مثلا خیلی به عذر میخوام، عذر هم نمیخوام عذر. What the fuck? آقا جان من سینه دارم، خب چرا من باید بشرمم؟ نمیگم بیا همیشه ولانگ و واز باش و نشون بده و چاک سینت پیدا بشه، نه، میتونی هر جوری که دلت میخواد، ولی چرا من از سینه های خودم باید شرم داشته باشم؟ چرا من باید بدن خودم رو نگاه کنم و تو تاریکی جلوی شوهرم مثلا بخوام لباسامو توی تاریکی جلوی شوهرم عوض کنم، میخوام سکس با همسرم داشته باشم، باید چراغا خاموش باشه که نه تنها اون نبینه، خود من نبینم، نه مال اونو نه مال خودمو. چرا وقتی که این طبیعتی رو که خدا به ما چشم نداده ببینیم، مزه، لذت بکنیم، لذت ببریم، دست بزنیم، حس کنیم، بو کنیم، این یه دونه چیز که جزوی از مهمترین هاست به اندازه دیدن و نفس کشیدن به نظر من مهمه. به عنوان یک زن تو چجوری میتونی راجع به بدن خودت ندونی؟ We do not care. چجوری نمیدونی از بدنت چجوری باید نگهداری کنی؟ چجوری نمیدونی که یه چیزی توی واژن تو هست به اسم کلیتورس؟ به فارسی نمیدونم چیه. همونه؟ کلیتورس داری تو. اصلا تو میدونی این کجای واژن تو قرار گرفته؟ خب وقتی که تو راجع به بدن خودت هیچی نمیدونی و نمیدونی این کلیتورس کارش چیه و چی کار میکنه، در نتیجه از وای میسی که شوهره بخوابه بعد بیای بری تو تخت، چون تو نمیدونی چی کار باید بکنی که ارضا بشی و اون لذت رو. اصلا بدبخت این کلیتورس به نظر من استفاده ازش نمیشه تو خیلی موقع ها، همینطوری بیچاره بیکار مونده. اعتقاد تو بر اینه که پس بسیاری زنها که از سکس فرارین به خاطر اینه که نسبت به بدن خودشون ناآگاهن؟ این یک. دو، به خاطر تجرباتی که شاید توی کودکی واسهشون اتفاق افتاده، یا تعلیمی که ندیدن، یا اعتماد به نفسی که ندارن. شما ریل استیت ایجنتی دیگه، خونه خرید و فروش میکنی واسه آدما. اگر امروز چند سال ریل استیت ایجنتی؟ 19. خب شما اول که شروع کردی آیا اعتماد به نفست بالا بود یا الان بعد از این همه سال؟ 100% الان. خب چرا؟ دانایی، تجربه، دنبالش رفتن، دونستن، ته و توه کلیتورس تو باید در بیاری. یعنی پس خیلی مهمه که ما همون جوری که تو نسبت به بزنست آگاهی داری و آگاهی تو هر دفعه تو این 15 سال بردی بالا، رفته دنبالش، یاد گرفته چی کار کنم بهتر انجام میشه، دقیقاً همین چیز توی سکس و توی اجزاء بدن ما هست. البته آگاهی من با تجربه و تعداد دفعات ترانزکشن‌های مختلف به وجود اومده، خواهشمندم این رو تشویق نکن برای دیگران. تشویق نمی‌کنم، اگر اما هم باشه هم نمیگم چیز بدیه. اگر آگاهانه، ببین خیلی وقتا حتی تو مکالمه‌های با روانشناسا که صحبت می‌کنی حتی میگن رابطه جنسی قبل از ازدواج رو نداشته باشید. به یه شرط فقط میتونی داشته باشی که هر دو طرف آگاه باشن نسبت به بدنشون، نسبت به اون سکس، نسبت به تجربه. اینا خیلی مهمه توی اون تصمیم گیری. اون خانومی که
آگاهی نداره نسبت به جسم خودش و شرم داره به خیلی چیزا و حتی خیلی از اینا مربوط به کودکی هم میشه ها. خیلی وقتا ما در سن کودکی آزار جنسی میبینیم، یه اتفاقاتی تو زندگیمون میفته که اصلا زده میشیم. اینا رو یه ذره بذاریم کنار، من راجع به اینا صحبت نمیکنم. آگاهی راجع به اون دارم حرف میزنم و بدن ما زنها جزوی از قشنگترین و نعمت‌های آفریده شده خداونده، خواسته شده ترین، خواستنی ترین یا حالا هرچی هست نیست بالاتر از این روی کره زمین و تو داریش و ازش فراری هستی. میدونی مثل چی میمونه؟ به نظر من زنی که از رابطه جنسیش لذت نبره مثل این پیرمردایی میبینی تو سن 80 سالگی میرن بوگاتی میخرن. میدونی خدا پولو به کی داده؟ یعنی میبینیم خدا پولو به کی داده؟ یعنی تو یک چنین دم و دستگاهی داری که ازش فراری هستی. اصلا ازش فراری، چون آگاهی نداری که بدونی تو یک لذت بزرگی رو تو زندگی داری از دست میدی، حالا یا ازش خجالت میکشی یا برات مهم نیست. وقتی ندونی. من اما اینجا اومدم امروز که به شما بگم واقعا دیگه وقت شرم سازی، شرم حس کردن، وقت خجالت کشیدن دیگه نیست. سال 2023 همه دنیا داره پیشرفت میکنه دیگه. ما الان یه جایی هستیم که همه دارن حتی تغییر جنسیت هم میدن، اینم هست. هنوز نمیدونیم راجع به خودمون، نمیخوایم بدونیم. یعنی اگر من شیرین که امروز اینجا نشستم به عنوان یک زنی که توی این دنیا دارم زندگی میکنم، اگر من امروز ندونم چی میخوام، ندونم چی دوست دارم، تکلیفم اگر با خودم و بدنم و جسمم و رابطه جنسی مشخص نباشه، چی میخوام چی نمیخوام، اینا خیلی مهمه. خب من چجوری میتونم یه رابطه جنسی سالم با یک آدمی داشته باشم؟ نمیتونم. این میشه که میرم با این خوشم نمیاد، حالا به هر دلیلی یه روز دیگه میرم با اون. این میشه که هی میپری از این ور، در صورتی که تو باید بری اصل قضیه رو بچسبی. کتاب ورداری بخونی، کتاب هست راجع به بدن که بدن چیکار میکنه. درسته یا نه؟ اگر تا به این لحظه ویدیوی شیرین رو ندیدید و فکر میکردین به ارگزم رسیدن یا لذت جنسی یه چیز خیلی پیش و پا افتاده، کاملا اشتباه کردی و از امروز سریع برو آگاهی بگیر، برو با مشاور صحبت کن و هر سوالهای قشنگی داری تخصصی رو از بنده لطفاً بپرسید. توی این قسمت از برنامه‌مون یه چالنجی من دارم برای نسیم و این دفعه چالنجمون یه ذره بامزه است. حالا نه که مال تو بامزه میدونستم دیگه الان. چالنجمون امروز اینه که من نسیمو بتونم بخندونم که خودش خیلی مطمئنه نخواهد خندید. و یه چیز جالب این که شاید بچه‌ها ندونن اینه که ما راجع به چالنجایی که برای هم دیگه می‌خوایم پیاده کنیم اصلا قبلش با هم صحبت نمی‌کنیم. من کاملا سورپرایز. سورپرایزی داریم. من میدونستم که می‌خوام چیکار کنم، نسیم نمیدونه، هنوزم نمیدونه. برنده اگر شد یه مبلغی که مبلغ $50 ما به رندوملی یه نفر رو که کامنت میذاره توی این یوتیوبمون انتخاب میکنیم، چه ببره چه ببازه. به هر حال ما این پول رو تقدیم میکنیم. آره. تو چه ببره چه ببازه میدی؟ دیگه باید بدی دیگه. نه چطور تو قسمت تو اگه باختی تو قسمت من این که چه ببازم چه باختی همه بازنده قرار شد. بازنده قرار شد 50. اگه من باختم و چیه چالشت؟ چالشم که من تو رو بخندونم و شما میگی من نمیخندم. اگه من خندیدم به جوکای تو، من $50 قراره به یکی از شما دوستانی که خواهشاً ویدیو رو سابسکرایب کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید که اسمتون رندوملی شاید در اومد و اینکه بریم برای اینکه ببینیم شما رو چجوری ما میخندیم. اوکی آماده ایم؟ خب اولی نوشته این اول خودم یک عالمه میخندم، بعد نوشته با این شانسی که من دارم، من اگه تو خانواده گیتس هم به دنیا می اومدم بیل هم نمی شدم، یا اره بودم یا کلنگ. 2 بار باید بخندونمش. نه اینو نمیدونستم من. 2 بار باید بخندم. ولی خندیدی اولی رو anyway. باش چقدر چیزه به زوال.
خیلی خوب اولی رو خندم. چند تا بعد بخندم؟ نه تو 2 تا. چالش من 3 بار بود. منم 2 تا. 3 بار. نه اولی که اصلا حساب جوک نبود. نداری. من میدونم جوک نداری که میگه هر وقت تو زندگیتون احساس پوچی کردین به اونایی فکر کنین که هنوز زنگ میزنن به برنامه‌های ماهواره‌ای و تقاضای آهنگای درخواستی میکنن. هر وقت تو زندگیتون نه. صبر کن. خب وایسا، بذار نه. من به مسخره بودن تو بعدش بخندم. وایسا. من به خنده تو بیشتر میخندم تو به جوک. نمیدونم اینو شنیدی یا نه ولی یه بار چقدر جدی خودشو گرفته الان محکم $50 داداش. یه بار صبر کن یه صبر کن. آقای به جون خودم این شیرین اگه بشینه جلوی من بگه که من میخندم تو نخند من من الان نمیتونم نخندیدم اولش چند اصلا فقط دادم همینجوری. برو. یه بار یه آقای ایرانی زنگ میزنه مزاحم تلفنی به یه آقای افغانی. حالا همه می نویسن افغانی نه افغانستانی. من که افغانی هم میدونم. زنگ میزنه و میگه که سلام علیکم. اونم میگه بله بفرمایید. میگه که آقای هاشمی. بعد یارو افغانی میگه آقای هاشمی کیسته. به جون خودم ما آقای هاشمی اینجا نداریم. اصلا از این چرتر نداریم. بعد آقای میگه بابا با آقای هاشمی کار دارم. میگه ما آقای هاشمی اینجا نداریم. بعد میگه مرد که الدنگ خب واسه چی داری اینجوری با آدم بازی میکنی؟ بگو آقای هاشمی. میگه من فحش میدی. اون کش آقا $100 شد. خب بچه‌ها من فکر میکنم که من رفتم تو گوگل هر کاری کردم که بخندونمش خودم حرف بزنم بهتر تموم شد. بهتره خندید. خلاصه ما سعی میکنیم به زودی زود هم راه افتاد با آقای هاشمی. به هر حال ما چیز میکنیم رندوم انتخاب میکنیم. سعی کنید هرچی بیشتر کامنت بذارید چانس بردنشون هم بیشتره دیگه. رندوملی انتخاب میکنیم. هر کی یه دونه کامنت میذاره. اگه 3 تا کامنت بذارید من به تو میدم اون پول رو. نه همون. آها اگه زیاد کامنت بذارم. آره خب بالاخره چانس برنده شدنت بالاتره دیگه. خلاصه این آره بای. خدا بزرگ. حال بهتری خواهیم داشت اگر دست برداریم از کسی که لیاقت دوست داشتن ندارد، حقی که ارزش گرفتن ندارد و فکری که ارزش اندیشیدن ندارد. أشمك حبيبي وموت عليك انطيتك روحي واقلك حلال عليك. خدایا این خواننده رو بفرست اینجا یه روزی الان من باهاش یه کمی حال کنم. الهی آمین. به منم عربیات بده خدایا.